همچنین یکی از نشانه های دل مرده این ویران شدن طبیعت پاک انسان، انسانی که فطرتش پاکیزه است. چنانکه که الله سبحانه و تعالی میفرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها، الله ما و شما رو بر یک فطرت و طبیعت پاکیزه آفریده است که انسان فطرتا حقیقت را دیده میتواند و درک کرده میتواند. اما انسان مرده‌دل فطرتش و طبیعتش ویران میشود، یک چیزی بد رو خوب میبیند. مثلا یک انسانی که دلش مرده است، شرابی که طبیعت پاک آن را بد میبیند، انسان طبیعتا نفرت میکند، شراب را بسیار دوست میدارد، مینوش شده است، دیگر دلهایش مرده است و همون شراب را بسیار دوست میدارد. وقتی طبیعت انسان خلالدار میشود و ویران میشود، نعوذ بالله زینایی که حرام است و به زنا میل و رغبت پیدا میکند، اما نکاحی که الله سبحانه و تعالی آن را حلال و پاکیزه گردانیده است به آن میل و رغبتی ندارد.